حاجی وقت خواب، الان وقت خواب بگیریم. چته چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میخوام بخوابم اگه بذاری. دلم برات تنگ شده بود. بابا تو رو قرآن ول کن، دیشبم نذاشتیم و بگیریم بخوابیم با این سوالای چرت و پرته. نه من کاریت ندارم، نه من چی کار دارم، برو بگی بخواب. والا هیچ میدونستی اگه از تخمه فیلم بگیرم بذارن یوتیوب از فیلمای تو بیشتر ویو میگیره؟ ها؟ یا مثلا اگه تو دختر بودی میدونستی لازم نیست چی کار بکنی، هیچ کاری نکن، فیلم بگیر فقط بخواب، یه ماه نشده میلیاردر میشدی. فردا 5 صبح باید بیدار شم برم دانشگاه، اینقدر اذیتم نکن. کاری ندارم بگید بخواب، به من چه؟ حاجی راستی یادت رتبه کنکور چند شد؟ تا زل نزن بینا.